ماندن تو گوره ده گلاله اینجلی گوره ده یتیم است پدرش در حکومت سابق اسکر بود خب بیا خدا مهربان بعد یقه یتیم ده الله پاک ده افغانان و بند رحم کی ده دل حالت ده مکتب میخوانی بچه اینجا ده مکتب سنده چند دستی؟ چند؟ وای نام خدا خود 2 سال میشه پدر از گمان بیا توکل به خدا ناامید نشن مادر جان خب 30,000 سر به خاطر ازی که تا ما مواد خوراکی را میارم براتان یک چیز براتان بخریم چوب ازم سیسته تقریبا در حدود 15 الا 16,000 تا 18,000 ریال کمک نرخ ارزان شده مواد خوراکی را براتان میارم که دو ماه اردوی تان شد بعدا باز برات میارم و با کسای دعا کو که براتان پیسه روان کرده پیسه از من است زنده باد خدا حافظ همشهره مادر جان پدر جان خدا حافظ